سلام دوستان، من توری هستم. خوش اومدید به ویدیوی دیگه از چنل من. تو این ویدیو قراره که بریم با هم بازی اینترنت کافه سیمولیتور 2 رو بازی کنیم و لایک و کامنت و سابم یادتون نره. برو بریم این بازی خفن رو شروع کنیم. خب دوستان، الان همونجور که میبینید داخل خونه چه جالب. بریم با آسانسور پایین و بریم سراغ شغل سگیمون. شغلمون که سگی نیست، مغازمون سگی هست که اونم درستش کنم. بهترین گیم نت این شهر رو میزنم. بابا چند ساعتش بده. سگم دارن. خب اینم از گیم نت ما. مرده چی میگه؟ گفته 100 تا بهم بده. خب اوکی. چقدر اینجا تمیزه. بس باید اینجا رو تمیز کنم. خب حالا بریم این میز رو بذاریمش و یه دونه کیس هم بخریم و یه دونه مانیتور و کیبورد و موس و این چرت و پرتا. خب این از صندلی و میز. حالا با هم بریم. اول باید برق رو روشن کنیم. اوکی بریم. حالا بریم یه دونه پیسی بخریم. بگیم بیارمش و کارمون رو شروع کنیم. یه لحظه من صدای گیم رو کم کنم، کم زیاده. اوکی. خب حالا میریم داخل این مرورگرش چیه؟ گوگل. ما بهش میگیم گوگل. حالا هرچی. بعد زمزوری همون آمازونمون رو باز میکنیم. خب حالا یه دونه کامپیوتر کیس باید بخریم. یه دونه از اینو میخرم. بعد صندلی هم که داریم، کیبورد هم که نداریم، کیبورد رو معمولی میخرم. مانیتور اینو میخرم، چقدر گرونه. اینا هم موس سگی قدیمی، مثبت هم که نمیخوایم. خب اوکی شد 822 تا. حالا باید وایس اینو بیارمش. ولی بازی هم بخریم. یادم نرفت یه بازی بخرم. داخل اپس اینا رو همشون رو دانلود میکنم. همشون نیاز میشه. خب اوکی. حالا باید اینا دانلود شه. اینم وسایلمون رو بیاره. چیه؟ خوابیده. چون نمیاره وسایل ما رو. آن رو باش. اوکی. سهر مار. خب اینم از این. اینم از کیبورد.
این هم از کیس. بریم اینا رو اسمبل کنیم. اینم که از این، اینم که از این، اینم از این. خب اولین سیستممون راه اندازی شد. حالا گفته که مغازه رو باز کن. خب اوکی، از اینجا مغازه رو باز میکنیم و بازی بخریم. یه چند تایی چقدر پول داریم مثلا؟ آهان 1078 پول داریم. یه دونه اینو میخرم و یه دونه اینو میخرم. فعلا دوتا بازی بیشتر نمیخرم. خب اوکی، حالا ببینیم کی میاد بشینه بازی کنه. چه کسی نمیاد تو مغازمون؟ ای بابا تو مغازم دیگه شورا. بریم یه غذا بخریم. چرا کسی نمیاد؟ دوست بیشور. خب یکی اومد، خدا رو شکر اولی مشتری بود. خب بریم اکسپت کنیم. قیمتمونم نمیتونیم تغییر بدیم. اوکی. اوکی. به دارم پول میندازن اینجوری. مثلا فرار نکنی میشور. جرأت داری فرار ای فرار کرد واقعا بیشور افغانی. به چی میگی دیگه؟ قیمتو نمیشه بریم بالا. چرا میشه؟ تا جایی که نورماله اینجاست. اوکی. تا $2. تو چی میگی مردی که برو بشین بازی تو بکن. خب همه جام تمیزه. این چیه؟ کثیفه که یه کجا کثیفه؟ آها اینجا هم کثیفه. خب همه چی تمیز شد. اسپری هم برداریم ببینیم بوی بد نمیاد. خب اینم از این. اینو هر چی میکشم باز میاد. بیشوره ای بابا. خب 9 تا میخواد. یا خدا چقدر زیاده. اینم یه دونه داریم. از دیگه کم کنیم. چه داره میدوه؟ تو رو مگه من همین الان نکشتمت مردی که؟ تو کجا؟ اینم میخواد فرار کنم. ای بابا کی پول ما رو نمیده مثل آدم. غلط کرد. بوی انتحاری. ای بابا این یکی چرا پول منو خورد؟ اصلا اکسپتش نکرده بودم. اوه اشکال نداره. الکی کشتم بنده خدا رو. تقصیر من بود. مهم نیست.
اینا هم تمیز کنیم. مگه اینجا 100 تا آشغال نمیان؟ آشغال میزن شورا. چه غلطی میکنی؟ اشکال نداره استفاده کن. یعنی چی؟ تازه یه مشتری پیدا کرده بودم، برای چی افتاد؟ خدا چی مسخره بازی کنم گوش نشه. من که بهش غذا دادم به این بیشور. اوه این چرا نمیاد؟ چرا صفحه خیس شده؟ این چیه؟ اوه نه نمیشه. نه ای بابا تازه مشتری اومد بود تو مغازه ما. چقدر انرژیم داره زود تموم میشه. تو چی میگی؟ دور مرد لباس اوکی هم قبولش کنیم. یه دقیقه میخوام برم یه کاری دارم، تکون نخوری از سجاد. آفرین بشین بازی کن. من الان برم باید برم یه کاری بکنم. آها خودشه بکنم این باشه. کاش آی غلط کردم. چقدر چیزه سگجونه. باک آها درست شد. ای ولی 200 تومن بهم داد. به یا خدا بسم الله الرحمن الرحیم. آروم ماشین نشده چیزا عادیه دیگه. خاموشش کن دیگه. اوه نه خدا پول نیاز نیست بدی. نه نمیخواد. سیستم دارن آتیش گیره ولی اشکال نداره. 84 تا هم بهم داد بنده خدا دمش کرد. خب جای سیستم رو عوضش کن. چرا خاموش نمیشد حالا این سیستم سگی؟ میشه استفادهش کنی اصلا سیستم رو. خب برای چی بازی سنگین بازی میکنید با این بیشورا؟ بدبختی پول جمع کردم یه سیستم خریدم گیم نت زدم. اینم دارن خرابش میکنن. خب اینجا هم یکم تمیز کنیم. ساعت چنده؟ ساعت کجا میزنه؟ آها یک دیگه هم بود. خب اوکی پس هنوز مشتری میاد. ببینیم چند تا اسکیل داریم. میدونم از اینا داریم. انرژیمون رو میبریم بالا. خب اوکی اینو اول اکسپتش کنم. خب اینم هست. باید کم کم یه سیستم دیگه هم بخرم یا دستگاه آرکید. کجا کسی؟ نه بشین بشین اوکیه. چقدر 14 تا نمیداره دیگه. 14 الان مشتری میاد. احترامی بشین یه CSGO بزن عشق کن. نارد که برش میدوی خوبه. باز مشتری اومد.
ساعت چند؟ ساعت 13. این ساعت 1. خب هنوز کلی مشتری میاد بنازم، هنوز وقت زیاد. چقدر پول دارم؟ 1122 تا. اوکی، کم دیگه جمع کنم میتونم یک آرکیدی چیزی بخرم استفاده کنم، پول در بیارم. چقدر داره؟ تموم شد؟ بریم اسپری بزنیم. یه مردی که بو گرفتی کم از اینا بزنم عشق کنیم. خب اوکی، بریم این غذا بدیم تا نمورده. نه اوکی، فقط سریعتر باید اینجا رو ببندم برم بخوابم که الان باز دوباره قش میکنه بنده خدا. به نازم پول من داد 65 تا. اوکی، حالا اینجا هم ببندیم با 65 تا. میتونیم بریم اینا رو بخونیم این چی گفتن. بیشور فوش داده. این آدم خوبی بود. حرفش زیاد جالب هم. خب فود چیه؟ اوکی، اینم از این مای کافه. میخوام یکم چرت و پرت بخرم اگه بشه، اگه پولم برسه. نه که اینجا رو بزرگ نه انعام خوبه به نظرم. انعام میخرم. اسپیکرم کاش که میخریدم. حالا فعلا اینا رو ول کن. اوکی، بریم بخوابیم و بازی رو سیف کنیم. چیه؟ اوه استریم لایف 2 اینجا. پشمام. خب اینم از این. یه لحظه بریم یه سر به رقیبمون بزنیم ببینیم در چه حاله. اوکی، چه گیمت مسخره ایه. حالا من بهتره بعدا دهن تو سرویس کنم. نه 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 نه. خب حالا بریم بخوابیم و بازی رو سیف کنیم. نمیشه اینو بفرستیمش کار کنه. کار کن. اوه نه هیچ کاری هم نمیتونیم باید بکنیم. بیشور. خب دوستان این بازی هم همینجا به پایان میرسه، یعنی این پارت همینجا به پایان میرسه. اگر دوست داشتین که این بازی خفن رو ادامهش بدم حتما داخل کامنت ها برام بنویسید و این ویدیو رو لایک کنید، چنلم رو ساب کنید و همین دیگه. تا پارت بعدی خداحافظ.